بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، علیرضا بزرگی هستم، آموزگار ابتدایی. به کانال من خوش اومدید. علوم تجربی پنجم، درس ششم، چه خبر 1. موضوعات اصلی این درس: 1. ساختمان چشم. 2. دیدن. 3. ساختمان گوش. 4. سالم بمانید. ساختمان چشم. قرنیه. به برآمدگی جلوی کره چشم که شفاف است قرنیه میگوییم. عنبیه. بخش رنگی چشم عنبیه نام دارد. مردمک. همان حفره یا سوراخ وسط چشم یا وسط عنبیه است که میزان ورود نور به چشم را تنظیم می کند. زمانی که نور زیاد باشد مردمک کوچک و در نور کم مردمک بزرگ می شود تا نور بیشتری را جذب کند. شبکیه. هر چیزی را که می بینیم ابتدا بر روی پرده شبکیه قرار می گیرد. عصب بینایی. عصب بینایی آنچه بر روی پرده شبکیه قرار می گیرد را به مغز منتقل می کند. دیدن. چگونه می‌بینیم؟ آیا تاکنون به این فکر کرده ای که چه اتفاقاتی در چشم ما می‌افتد تا ما بتوانیم یک جسم را ببینیم؟ برای دیدن باید نور از عدسی که پشت مردمک قرار دارد عبور کند. به کمک عدسی تصویر اجسام بر روی پرده شبکیه تشکیل می‌شود. حالا سلول‌های ویژه چشم وظیفه دارند نوری را که دریافت کرده‌اند از طریق عصب بینایی به مغز منتقل کنند. در این زمان است که ما یک جسم را می‌بینیم و رنگ و شکل آن را تشخیص می‌دهیم. دیدن. عینک. حتما تا به حال افرادی را دیده‌ای که از عینک استفاده می‌کنند. شاید خودت هم یکی از همین افراد باشی. بر روی هر عینک از عدسی استفاده می‌شود. این عدسی مناسب با چشم افراد ساخته و تنظیم می‌شود. به عنوان مثال عینکی که دوست شما استفاده می کند به احتمال زیاد مناسب شما نیست و شما با آن نمی توانید به خوبی ببینید. نزدیکبین و دوربین. چشم ما یک جسم را زمانی به طور واضح می بیند که تصویر آن روی شبکیه تشکیل شود. در برخی افراد تصویر اجسام دور به طور واضح روی شبکیه تشکیل نمی شود. برای همین آنها نمیتوانند اجسام دور را به خوبی ببینند ولی اجسام نزدیک را خوب میبینند. چشم این افراد نزدیک بین است. افراد نزدیک بین به کمک عدسی میتوانند اجسام دور را به خوبی ببینند. چشم برخی از افراد هم دوربین است، یعنی اجسام نزدیک را نمیتوانند واضح ببینند اما دور را خوب میبینند. ساختمان گوش. اجزای داخل گوش. با دقت به تصویر روبرو نگاه کرده و به این فکر کنید که صداها چگونه به مغز ما میرسند و ما آنها را میشنویم. شنیدن. وقتی صدا به پرده گوش میخورد آن را میلرزاند. وقتی پرده میلرزد استخوان‌های کوچک پشت آن نیز میلرزند. لرزش این استخوان‌ها به بخش حلزونی شکل گوش منتقل میشود. بخش حلزونی از طریق عصب شنوایی به مغز پیام میفرستد و در نهایت ما صدا را میشنویم. سالم بمانید. عینک مناسب. عینک‌های گوناگون در زمان‌های مناسب باید استفاده شوند. مثلا استفاده از عینک آفتابی در مقابل نور خورشید، استفاده از عینک ایمنی هنگام انجام آزمایش و غیره. معاینه سالانه. اگر عینک میزنید باید هر سال 2 بار و اگر عینک نمیزنید باید هر سال 1 بار به چشم پزشک مراجعه کنید تا اگر مشکلی برای چشمتان به وجود آمد خیلی زود شناسایی و درمان شود. نگهبان گوش. ماده چرب داخل گوش نگهبان گوش است. این نگهبان گاهی روی پرده گوش را میگیرد. در این زمان باید نزد پزشک رفت و گوش را شستشو داد. ممنون که تا اینجا همراه هم بودید. یادت نره ویدیو رو لایک کنی، نظرت رو بنویسی و برای دوستات بفرستی.
راه‌های ارتباط با من. اگه میخوای نمونه سوال دانلود کنی بیا برده. اگه میخوای به خودم پیام بدی بیا روبیکا. اگه میخوای فیلم‌های آموزشی ببینی بیا آپارات. اگه میخوای تو مسابقات طلا شرکت کنی بیا روبیکا به نشانی @ بیاموزی. سوال: کدام یک از اجزای داخل چشم میباشد؟ شبکیه یا بخش حلزونی؟ جواب درست رو بنویس.